بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه انطاف الله متعال و در تلاوت آیات کلام پاکش و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو به نهایت سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از آیات سوره مبارکه بقره همراه بشیم برای تدبر بیشتر در آیات دیگر از این سوره مبارک. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا 184 از این سوره رو پیش رفتیم و دیدیم که الله متعال برای ما در آیات 183 بعد درباره موضوع روزه صحبت فرمود و اینکه این روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان که در آیه 185 و درس امروز تفصیلش ذکر می شود، روزه گرفتن به صورت عموم خود حکم روزه گرفتن در امتهای گذشته هم بوده است و تنها برای امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و پیروان ایشان نبوده است، بلکه در امتهای گذشته هم روزه می گرفتند و می دانیم که اصول اعتقاد و اصول عبادات و اصول اخلاق در رسالت تمام انبیای الهی یکی بوده است و فقط در تفاصیل عبادتهای عملی تفاوتهایی در نوعیت عمل به این دستورات وجود داشته است. به تعبیر امروزی ما در موضوعات فقهی و مسائل فقهی در تفاصیلش تفاوتی وجود داشته است. چگونه نماز خواندن، چند رکعت نماز خواندن، چه وقت نماز خواندن، یا در روزه گرفتن چه روزهایی رو از چه ماهی روزه بگیریم و روزه گرفتن، اینها تفاوتهایی بوده است، اما خود روزه گرفتن وجود داشته است. در آیه 183 الله متعال به این موضوع اشاره فرمود و اینکه حکمت روزه گرفتن دست یافتن به تقواست و باید انسان تمام اعضا و جوارحش روزه باشد و اینطور نباشه که روزه فقط برای معده باشد. اگر معده در ماه مبارک رمضان معده ما از خوردن و آشامیدنی که در غیر ماه رمضان یا حتی شبهای رمضان برای او حلال است خود رو منع میکنه، اگر جسم ما از استفاده حلال خود را منع میکند در روز رمضان، به طریق اولا از انجام کارهای حرام و استفاده آنچه حرام است باید خود رو باز دارد. نه تنها باید معده ما روزه باشد، بلکه قبل از آن چشم ما باید روزه باشد، زبان ما باید روزه باشد، گوش ما باید روزه باشد، دست و پای ما باید روزه باشد، مغز و قلب ما باید روزه باشد و تمام اعضا و جوارح ما باید روزه باشد. و الله متعال حکمت روزه گرفتن رو برای ما در این موضوع اشاره فرمود که مدرسه است، دانشگاهی است روزه برای اینکه شما به تقوا دست پیدا کنید. در آیه 184 الله متعال در ادامه فرمود روزهایی هم که برای شما روزه واجب گشته است روزهای کمی است نسبت به طول سال، 1 ماه هست از 12 ماه. و همچنین اشاره فرمود که اگر کسی مریض باشد یا در سفری باشد می تواند که روزه رو به تأخیر بیاندازد، یک وقت دیگری روزه بگیرد. و همچنین اشاره فرمود کسانی که روزه گرفتن برای آنها بسیار سخت است و با مشقت و شدت و سختی همراه است و نمیتوانند به راحتی روزه بگیرن و امید این هم نیست که در آینده روزه بگیرن. به مانند کسانی که به کهنسالی رسیدن، پیر مردها، پیر زنها
و یا بیمارانی که بیماری دارن که لاعلاج است، یعنی هیچ چشماندازی برای بازه زمانی درمانی اونها وجود نداره. یعنی ما نمیدونیم که چه وقتی این بیمار درمان میشه و پزشکان هم میگن معلوم نیست، شاید چند سال طول بکشه. برای چنین افرادی که در چنین شرایط خاصی قرار دارن و برخی از فقها درباره زنان حامله و یا زنانی که بچه شیر میدهند هم این حکم را آوردن که اونها فدیه بدهند، به تعداد هر روزی که روزه نمیگیرن به یک مسکین غذا بدهند. و در ادامه در آیه 184 حضرت متعال فرمود که اگر کسی بیشتر از آنچه که حضرت متعال برای او مقدر کرده توانمندی دارد که به ازای هر روز رمضان بیشتر از یک وعده غذا به یک مسکین بدهد، این برای او بهتر است. و بهتر اینه که انسان اگر علاوه مالی توانمندی داره، عزیزانی که نمیتوانند روزه بگیرن، پیرمرد پیرزن هستند و واقعا نمیتوانند، بیماری اونها معلوم نیست که چه زمانی درمان میشه و در لازم مالی وضع خوبی دارن، بهتر است که اینها در فدیه دادن به فقرا و مساکین دستشون رو باز نگه دارن و بیشتر از آن چیزی هم کرده متعال فرموده بدهند، چون اجر و پاداشش برای خود آنها میماند. و در پایان آیه باز متعال فرمود اگر روزه بتوانید بگیرید که برای شما بهتر است. اگر کسی توانمندی روزه دارد سعی کنه روزه بگیره و از فدیه دادن که روزه گرفتن بهتر است برای کسی که میتواند. طبیعتاً برای کسی که نمیتواند این موضوع همون فدیه هست. برای کسانی که در این آیه واضح شد روزه گرفتن برای آنها با شدت، مشقت و سختی فراوان همراه است و این امید رو هم ندارن که در آینده هم بتوانند غذای او رو به جا بیاورن، برای این دست هست فقط. در ادامه در آیه 185 در متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است. شهر رمضان. بعد از اینکه در دو آیه قبل در آیه 183 و 184 الله متعال برای ما از حکم روزه گرفتن صحبت فرمود و اهمیتش رو برای ما اشاره فرمود، در این آیه زمان رو مشخص میکنه. در دو آیه قبل خود وجوب روزه ذکر شد اما زمانش مشخص نشد. چه وقتی رو روزه بگیریم در طول سال، چه زمانی رو روزه بگیریم، این روزهای کمی که ذکر شد چه روزهایی از سال هستن. الله متعال در این آیه 185 زمان رو برای ما مشخص می‌فرماید که اون زمانی که باید روزه بگیرید شهر رمضان، ماه رمضان است. شهر در لغت عربی به معنای ماه است. ما در فارسی شهر رو برای یک منطقه‌ای که در اون انسان‌های مجموعی از انسان‌ها زندگی می‌کنن استفاده می‌کنیم، اما در عربی شهر به معنای ماه استفاده می‌شود که متشکل از 30 روز است یا 29 روز در حساب قمری. شهر به معنای ماه است. شهر رمضان، رمضان در ماه‌های قمری نهمین ماه سال است. شهر رمضان، ماه رمضان از بین 12 ماه سال قمری نهمین ماه قرار دارد. نهمین ماه سال قمری می شود ماه رمضان. رمضان با تعبیر عربیش، رمضان در لغت از کلمه رمضا گرفته شده، رمضا و رمضا. رمضا به سنگی گفته می شود که بر اثر شدت حرارت آفتاب بسیار داغ شده است. زمینی که خیلی داغ میشه بر اثر تابش نور شدید خورشید بهش رمضا گفته میشه، یا معنای دیگرش سوخته شدن زیر نور شدید آفتاب رو هم رمضا میگویند. و مفسرین نوشتن که ماه مبارک رمضان به این خاطر رمضان نامیده شده با در نظر داشت این معنای لغوی، چرا حالا رمضان گفته شده و چه ارتباطی بین رمضان با اون شدت گرما و سوخته شدن زیر آفتاب هست. به این خاطر که ماه مبارک رمضان گناهان انسان را میسوزاند. گناهان انسان را ماه مبارک رمضان میسوزاند و از بین میبرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی که ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرد با ایمان بر الله متعال و با در نظر داشت اجر و پاداشش
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر آنچه گناهی که قبل از آن انجام داده است از برای این انسان بخشیده می شود. اگر انسان ماه مبارک رمضان را با ایمان به الله متعال، به نیت تقرب به الله متعال، به نیت بخشیده شدن گناهانش، به نیت قبولی عبادت‌های او پیش الله متعال روزه بگیرد، آنگونه‌ای که شایسته روزه گرفتن است، تنها معده او روزه نباشد، چشمان او روزه باشند، گوش او روزه باشد، زبان و دهان او روزه باشد، قلب و مغز او روزه باشد، دست و پای او و تمام اعضا و جوارح بدن او از انجام آنچه الله متعال منع کرده خود را باز دارند و آنچه را که الله متعال امر کرده انجام دهند، آنچه نهی کرده که انجام ندهند خود را باز دارند و آنچه را که امر کرده انجام بدهند. این روزه، همچین روزه‌ای که انسان تمام اعضا و جوارح بدنش روزه باشد، رسول الله علیه السلام فرمود تمام گناهان گذشته انسان را میبخشد. به خاطر همین این ماه رمضان نامیده شده. رمضان نامیده شده چون گناهان انسان رو میسوزاند و از بین میبرد. یک معنی دیگر رو هم برای رمضان مفسرین ذکر کردن، گفتن از اونجایی که در ماه مبارک رمضان دلهای شیفتگان به پروردگار، بر الله متعال، در یک آتشی میسوزد، از حب و محبت الله متعال میسوزد و آتش میگیرد و دوست دارند که بیشتر و بیشتر عبادت بکنند. الله متعال رو این ماه رمضان نامیده شده است. ماه رمضان ماهی است که بهترین ماه سال است. برتری ماه مبارک رمضان بر دیگر ماه‌های سال، برتری این ماه بر 11 ماه دیگر به مانند برتری یوسف علیه السلام بر 11 برادر دیگر خود است. این ماه ماهی است که الله متعال برای مسلمانان، برای امت اسلامی یک جشنواره از عبادت رو در روی کره زمین برپا می دارد و نه تنها در روی زمین، در آسمان ها غوغایی برپاست. در ماه مبارک رمضان درهای رحمت الله متعال باز هستند، درهای جنت الله متعال باز می شوند. ملائکه یک جنب و جوش دیگری در این ماه دارند در آسمان ها و در زمین، و بلکه الله متعال شیطان های بزرگ رو در این ماه به غل و زنجیر می کشد تا بیشتر فرصت پیدا شود، وسوسه ها کمتر بشه، بستر فراهم بشه برای عبادت انسان ها روی زمین. 2 میلیارد و اندی مسلمان روی زمین آستین همت بلند می کنن و با هم همزمان شروع می کنن روی زمین روزه می گیرن. در اقصی نقاط عالم همه انسان ها با هم شروع می کنن به روزه گرفتن. همه مسلمانان همزمان در گوشه و کنار امت اسلامی یک جنب و جوشی برپا میشه و آسمان و زمین همراه با هم در این ماه مبارک شروع میکنن به عبادت الله متعال و یک رنگ و روی دیگری پیدا میکنه خانه های مسلمانان در ماه مبارک رمضان. رمضان وقتی می آید با خود رحمت می آورد. رمضان وقتی می آید با خود شادمانی می آورد. انسان همین که اون لحظه‌ای که اعلان میشه که ماه مبارک رمضان آغاز شد و اولین شبش رو انسان تجربه میکنه، یک احساس دیگری به انسان دست میده. بهاری ایجاد میشه برای روح انسان. انسان یک حس زیبایی به او دست میده وقتی رمضان شروع میشه. انسان خود به خود تشویق میشه، رغبت پیدا میکنه برای عبادت بیشتر و انسان فاصله میگیره از گناهان. ماه رمضان ماه خودسازی است. اینجا ماه تزکیه است، ماه اصلاح است، ماه وصال است، ماه رفتن به سوی الله متعال است، ماه تجدید رابطه با الله متعال است، ماه دوری از گناهان است، ماه تجدید رابطه با دین است، با قرآن کریم است. رمضان ماه رحمت الهی است. رمضان هدیه الله متعال به بندگان او روی زمین است. رمضان باید ما را پاک بکنه. رمضان باید گناهان ما را بسوزاند. رمضان باید ما را تزکیه بکنه. اگر انسان در رمضان تزکیه نشد، چه وقت میخواهد تزکیه بشه؟ اگر انسان در رمضان گناهان رو ترک نکرد، چه وقت میخواد گناهانش رو ترک بکنه؟ اگر گناهان 11 ماه سال در رمضان سوزانده نشود، رمضان ما رو پاک نکنه، این گناه چه وقت باید پاک بشود و چه امیدی به بخشیده شدن هست اگر انسان رمضان بیاید و برود و بخشیده نشود؟ این انسان کی میخواهد بخشیده بشه؟ چه وقت میخواهد بخشیده بشه و کی میخواهد خود رو اصلاح بکنه؟ اگر رمضان رو در نیابد، رمضان رو دریابیم. هر رمضان یک نعمتی است از الله متعال
بسیاری از بزرگان ماها قبل از رمضان دعا میکردن اللهم بلغنا رمضان، رمضان رو به ما برسان. وقتی رمضان می آمد آستین همت میبستن و خود رو وقف میکردن برای عبادت در این ماه. انواع و اقسام عبادت ها کمر همت میبستن، آستین بالا میزدن و تا میتوانستن عبادت میکردن و بعد از رمضان دعا میکردن تا ماها که الله متعال عبادتی رو که در رمضان انجام دادن از آنها بپذیرد. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، همان ماهی که انزل فیه القرآن، نازل شده است در این ماه قرآن. القرآن، کلمه القرآن در قرآن کریم این اولین بار است که استفاده می شود. تعبیر القرآن در لغت القرآن به معنای خواندن است، تلاوت کردن. در معنی قرآن در لغت، در کلمه قرآن، در خود قرآن کریم هم در سوره قیامه آمده است که لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. ای پیامبر ما، وقتی آیات قرآن نازل میشد رسول علیه السلام سریع میخواند که نشود فراموش بکنه آیات رو. وقتی جبرئیل علیه السلام آیات رو می آورد رسول علیه السلام با خود تکرار میکرد. آیه نازل شد که لا تحرک به لسانک لتعجل به، ای محمد نازنین من، زبان خود رو به حرکت نانداز، زیاد عجله نکن از ترس فراموش کردن آیات. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن این کتاب و خواندن این کتاب به عهده من الله با عظمت است. من این کتاب رو حفظ میکنم، محافظت میکنم. اونجا قرآن به معنی خواندن است. قرآن در لغت عرب به معنای خواندن است. خود کلمه قرآن به معنای خواندن است و در اصطلاح قرآن کلام الله متعال است که الله متعال این کلام رو منتقل کرده است به جبرئیل علیه السلام و جبرئیل علیه السلام این کلام رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانده است و این کلام در لفظ خودش و در معنای خودش معجزه است. خواندن آن تلاوت است و دیگران را به چالش می کشد که به مانند خود بیاورند، به مانند قرآن کریم بیاورند. با سوره حمد در ابتدا شروع می شود و با سوره ناس در انتها به پایان می رسد و با تواتر در سند خود به ما رسیده است. از هر گونه تحریفی در امان مانده است. این قرآن کریم است، کلام الله متعال است. کلام الله متعال قرآن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، الله متعال میفهمد ماه رمضان اون ماهی است که در آن قرآن نازل شده است. کلمه قرآن رو ما اینجا در قرآن کریم برای اولین بار میشنویم. عجیب است که نام قرآن در قرآن کریم برای اولین بار در کنار رمضان ذکر می شود. یعنی از ابتدای قرآن کریم شما نگاه میکنید تا این آیه، یعنی آیه 185 سوره مبارکه بقره، شما کلمه قرآن رو نمیبینید. از قرآن کریم به نام کتاب یاد شده است. ذلک الکتاب در ابتدای سوره مبارکه بقره. قرآن کریم نام‌های مختلفی دارد که در خود قرآن کریم استفاده شده. به نام کتاب از او یاد شده، ذلک الکتاب لا ریب فیه. به نام ذکر از آن یاد شده است و ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. همانا من الله با عظمت این قرآن رو نازل کردم و از او محافظت میکنم. در سوره مبارکه هجر الله متعال قرآن رو ذکر به عنوان ذکر برای ما یاد میکند و نام ذکر بر قرآن استفاده میشود. همچنین کلمه الفرقان برای قرآن استفاده شده. ما سوره به نام الفرقان داریم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در ابتدای سوره فرقان به نام فرقان هم ذکر شده است. سوره قرآن کریم. قرآن کریم یکی از نامهای دیگرش الفرقان است. الفرقان، الذکر، الکتاب و القرآن. القرآن یکی از نامهای معروف و مشهور قرآن کریم است و معروف ترین نامی که با آن شناخته می شود القرآن است که اینجا الله در کنار رمضان برای ما ذکر میکنه. صفات مختلف دیگری و نامهای دیگری را هم برای قرآن کریم مفسرین ذکر کردن که اینها معروف ترین و مشهور ترین این نام ها هست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن.
الله متعال میفهمد ماه رمضان ماه مبارکی است و این برکت خود رو، این جایگاه خود رو، این مکانت خود رو از آنجا به دست آورده است که در این ماه قرآن نازل شده است. قرآن کریم در این ماه نازل شده است. چون قرآن کریم در این ماه نازل شده است، این ماه وزن پیدا کرده، جایگاه پیدا کرده است. هر جایی که قرآن کریم می آید اونجا وزن پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه. ماه رمضان از آنجایی که قرآن در این ماه نازل شده است بهترین ماه سال است. بهترین ماه سال لقب گرفته است و در آن شبی که قرآن کریم نازل شده است، شب قدر، اون شب بهترین شب سال از او یاد شده است. در سوره مبارکه قدر با همین عنوان انا انزلناه فی لیلة القدر، الله متعال اشاره می‌فرماید که قرآن کریم رو من در شب قدر نازل کردم، آن شبی که اولین آیات نازل شده است بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون شب قدر است. شب قدر شبی است که الله متعال می‌فرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، من قرآن رو در شب قدر نازل کردم. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه می‌دانی که این شب قدر چگونه شبی است؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. عبادت در شب قدر، عبادت در یک شب که شب قدر است، بهتر از عبادت در 1000 ماه است. 1000 ماه بیشتر از 80 سال میشه. 1000 ماه نگو فرموده که معادل 1000 ماه، خیر من الف شهر، بهتر از 1000 ماه است. عبادت کردن در یک شب با عنوان شب قدر که شب قدر نام دارد، یک شب را الله متعال میفهمد عبادت این شب بهتر از عبادت 80 سال است، بیشتر از 80 سال، و مشخص نکرده مقدارش رو. بسیاری از مفسرین گفتن اینجا 1000 معنای کثرت است، نه به معنای مقدار ماها، یعنی ماهاش رو الله متعال خودش بهتر میداند. این 1000 تاش میشه 80 سال، بیشتر از اون رو دیگه تا سقفش مشخص نشده تا چقدر که پیش میره. عبادت در شب قدر بهتر از یک عمر عبادت کردن است، بهتر از 10 ها بلکه 100 ها سال عبادت کردن است. و این لطفی است از الله متعال از جانب الله رحمان رحیم به پیروان محمد مصطفی علیه السلام که برای آنها شبی قرار داده است با عنوان شب قدر که انقدر فضیلت دارد. لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. در اون شبی که ملائکه نازل می شوند، جبرئیل علیه السلام نازل می شود، و اون شبی است که در طول سال یک شب بعد از وفات رسول الله علیه السلام همواره جبرئیل علیه السلام به روی زمین می آید. آن شب قدر است. اون شب رو باید قدر دانست. شب قدر رو باید قدر دانست. این شبی است که در این شب شایسته است که انسان تمام همت خود رو به خرج بده تا اول از همه هیچ گناهی انجام ندهد. هیچ گناهی، نه با چشمش، نه با گوشش، نه با زبانش، نه با مغزش، نه با قلبش، با تصورات و با فکرها و با زبان کلامها و با دیدنها و با شنیدنها، همه انواع گناه رو ترک بکنه، با دستش، با پایش، و سعی بکنه همه انواع عبادتها رو تنوع بده در عبادتهای خودش در این شب. از عبادت نماز و التزام به نمازها بگیریم، خصوصا در مساجد، عزیزانی که دسترسی به مساجد دارن، و بعد از آن تلاوت قرآن کریم، زیرا در این شب قرآن نازل شده است و وزن پیدا کرده با نزول قرآن کریم، و از بهترین عبادات در شب قدر تلاوت قرآن کریم در این شب است. تدبر در معانی آیات قرآن کریم است، تعلیم و تلاوت آیات قرآن کریم است، یاد دادن قرآن کریم به دیگران است، و همچنین صدقه در این شب و هر عبادت دیگری، صله رحم در این شب، استغفار برای دیگران، دعا کردن در این شب، خواستن از الله متعال در این شب، و هر گونه عبادتی که انسان میتواند تنوع بدیم عبادت‌های خودمان رو در شب قدر. شب قدر شبی که از یک عمر عبادت برای ما بهتر است، و این شب رو اگر انسان استفاده نکنه از کی رو میخواد استفاده بکنه؟ انسان اگر در این شب هم گناه رو ترک نکنه کی میخواد ترک بکنه؟ این شب رو اگر انسان بهره نبرد کی میخواد بهره ببره؟ اگر شب قدر برای یک انسان مسلمان، برای یک فرزند مسلمان شب قدر مهم نباشه، دیگه چی مهم است برای او در زندگی؟ شب قدر انا انزلناه فی لیلة القدر، از اون جایی که الله متعال میفهمد قرآن در شب قدر نازل شده
و در اینجا در سوره مبارکه بقره آیه 185 می‌فرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان آن ماهی است که قرآن در آن نازل شده. جمع بین این دو آیه این گونه می شود که شب قدر در رمضان است، شب قدر در ماه مبارک رمضان است. چه شبی است دقیق مشخص نیست برای ما. رسول الله علیه السلام فرمود که شب قدر رو در 10 روز آخر رمضان جستجو کنید و باز فرمود که شب قدر رو در 10 شب آخر جستجو کنید، در شب‌های فرد و طاق 10 آخر رمضان، شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 و شب 29 رمضان. این 5 شب رو رسول الله علیه السلام فرمود که در یکی از این شب‌ها شب قدر را جستجو کنید. در یکی از این شب‌ها شب قدر را جستجو کنید. رسول الله علیه السلام برای ما دقیق مشخص نفرمود که کدام شب است. شاید یکی از حکمت‌ها این بود که اگر مشخص می‌شد همه ما همون شب رو دیگه غنیمت می‌شمردیم و شب‌های دیگر رو از دست می‌دادیم و به همین خاطر 5 گزینه رو برای ما معرفی فرمود و می‌طلبد که ما همه این 5 شب رو استفاده بکنیم و قدر بدانیم. اگر کسی 10 آخر رمضان رو کامل هر شب او رو نهایت استفاده رو ببره، گناهان خود رو ترک بکنه، حتی الامکان و تلاش بکنه که نکنه گناهی و عبادت‌ها رو انجام بده، 10 شب آخر یقینا شب قدر رو درک کرده است. نشانه واضح خاصی ندارد. حتما باید انسان چیزی ببینه، نشانه‌ای رو متوجه بشه، نوری ببینه، نه. همین که انسان عبادت میکنه اجر و پاداشش رو خواهد گرفت و بهترین دعا در این شب رسول الله علیه السلام فرمود که این هست که شما بگویید اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. بارالله تو بسیار بخشنده‌ای و بخشش رو دوست داری، از ما درگذر. شب قدر در یکی از شب‌های 10 آخر ماه مبارک رمضان است. این شب رو قدر بدانیم، با عبادت‌های خودمان، با ترک گناهان و تنوع عبادت‌ها در این شب فرصت استفاده بشود و این فرصت رو از دست ندهیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان رو قرآن وزن داده است. قرآن هر وقت هر جا می آید اونجا رو متحول میکنه، ماهیت اونجا رو تغییر میده، وزن میده به اونجا، شکل اونجا رو تغییر میده، اونجا بها پیدا میکنه. رمضان اگر بر 11 ماه دیگر سال برتری پیدا کرده است به خاطر نازل شدن قرآن کریم در این ماه است. در این ماه قرآن کریم نازل شده است و در روایت دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، در روایتی که در این ماه کتاب‌های آسمانی دیگری هم نازل شدند و فرمود که در شب اول رمضان صحف ابراهیم علیه السلام نازل شده است. در شب 6 رمضان تورات موسی علیه السلام نازل شده است. در شب 13 رمضان انجیل عیسی علیه السلام نازل شده است و در 10 آخر رمضان هم یکی از شب‌های 10 آخر قرآن کریم بر محمد مصطفی علیه السلام نازل شده است. کلام الله متعال، کتاب‌های آسمانی در رمضان نازل شدند و خصوصا قرآن کریم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در رمضان نازل شد و رمضان شد، وزن پیدا کرد. قرآن بر قلب نازنین محمد مصطفی علیه السلام نازل شد و محمد مصطفی علیه السلام بهترین پیامبران الله متعال است، گل سر سبد فرزندان آدم علیه السلام است. نازنینی است که همه مشتاق دیدار جمال نازنین او هستند. قرآن کریم محمد مصطفی علیه السلام رو به این مکانت و جایگاه رسانده است. قرآن کریم علم محمد مصطفی علیه السلام است و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نشانه عملی قرآن کریم است. قرآن کریم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه نازل شد و از اونجایی که قرآن در مکه مکرمه نازل شد، مکه مکرمه هم که ابتدای نزول آیات وحی آنجا بوده است، بهترین مکان روی زمین قرار گرفته است. ولی تنذر ام القری، قرآن کریم میفهمد اینجا ام القری است، مادر سرزمین های کره زمین است. قرآن کریم میفرماید که مکه مکرمه مادر سرزمین هاست. این مکانت رو مکه مکرمه از قرآن کریم به دست آورده است. این مکانت رو
از پیامبری که قرآن بر اون نازل شده، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به دست آورده است و قرآن کریم هر جا که بیاید تحول ایجاد میکنه. رسول الله علیه السلام فرمود که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. خودش یاد بگیره، بفهمه، عمل بکنه به دستوراتش، قرآن رو در زندگی خودش بیاره، برنامه زندگی رو بفهمه، عمل بکنه و به دیگران یاد بدهد. قرآن وقتی در زندگی بیاد، زندگی انسان متحول میشه. قرآن انسان رو تغییر میده. قرآن این تغییر رو ایجاد کرد. وقتی که قرآن در شب قدر نازل شد، اینقدر این شب قدر و جایگاه پیدا کرد و عظمت پیدا کرد. در رمضان نازل شد و این ماه اینقدر عظمت پیدا کرد. در مکه نازل شد، مکه جایگاهش و شرفش بیشتر شد، از قبل هم داشت، بیشتر و بیشتر شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین شده است. اگر قرآن بر قلب من تو هم بیاید، در زندگی من تو هم بیاید، در اعمال و رفتار من تو هم بیاید، همینقدر من تو رو هم بزرگ میکنه، جایگاه میده. هر انسانی که با قرآن ارتباط میگیره، قرآن رو در زندگی خود میآورد، قرآن رو میخواند، قرآن رو میفهمد، قرآن رو عمل میکنه، به همین اندازه وزن پیدا میکنه. رسول الله علیه السلام فرمود که روز قیامت به قاری قرآن، کسی که خوانده است و عمل کرده است و فهمیده است، کسی که میخواند و میفهمد و عمل میکند، گفته میشود اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، بخوان و پرواز کن و بالا برو، همان گونه‌ای که در دنیا آرام و با متانت میخواندی، همان گونه بخوان و بالا برو. جایگاه تو در جنت همون جایی است که آخرین آیه قرآن را بخوانی. به اندازه آشنایی هر انسان با قرآن کریم نزد الله متعال اجر و پاداش پیدا میکنه. قرآن رو در زندگی خودمون بیاریم، قرآن رو بخوانیم، قرآن رو بفهمیم، قرآن رو عمل بکنیم. قرآن به ما وزن میده، قرآن به ما جایگاه میده، قرآن به ما ارزش میده. هیچ ارزشی، هیچ جایگاهی، هیچ وزنی، هیچ مدال افتخاری بهتر از قرآن کریم نیست. در سوره مبارکه یونس آیه 57 در متن میفهمد یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ای انسان ها، آمده از پندی از جانب پروردگارتان برای همه شما انسان ها. قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور، درمان غم ها و غصه ها و پریشانی های درون سینه شماست، درمان بیماری های قلب شماست، دارویی است، نوش دارویی است برای روح و روان شما. قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین، هدایت است، شما رو به مسیر درست هدایت میکنه، رحمتی است از جانب الله متعال. وقتی میبارد بر قلب تو، بر روح و روان تو، زندگی تو رو دگرگون میکنه. و رحمت للمؤمنین، در آیه بعدش میفهمند قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا، بگو به فضل الله متعال و رحمت الهی و به این کتاب شادمان باشید که هو خیر مما یجمعون، این کتاب برای شما از هر آنچه که دیگران که این کتاب رو ندارن جمع کردن برای شما بهتر است. اگر کسی در زندگی خود قرآن را دارد، میخواند، تلاوت میکنه، میفهمه، عمل میکنه به دستوراتش، در قرآن برنامه زندگی اوست، حیات خود رو در قرآن مییابد، قرآن رو در زندگی خود آورده. اگر همچین فردی احساس بکنه ثروتمند تر از او، خوشبخت تر از او در دنیا کسی دیگری وجود دارد، در حق قرآن جفا کرده است. قرآن انسان رو بالا میبره. به اندازه ارتباط هر فردی با قرآن، جایگاه او نزد الله متعال مشخص می شود. قرآن شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه رمضان و قرآن با همینطور گره خوردن. و جالب این است اولین ذکر تعبیر قرآن در قرآن کریم، اولین باری که کلمه قرآن در قرآن کریم استفاده شده در این آیه است، در ماه رمضان. و این نشان از ارتباط عمیق ماه رمضان با قرآن دارد.
رمضان ماهی است که ما باید قرآن رو بیشتر بخوانیم، بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بفهمیم. نه تنها در رمضان، در طول زندگی باید باشد در رمضان بیشتر. رمضان ماه قرآن است و بسیاری از بزرگان در ماه رمضان حتی تعلیم و تدریس سنت رسول علیه السلام و احادیث ایشان رو ترک میکردن و فقط مینشستن قرآن میخواندن. رمضان ماه قرآن است. این ماه رو قدر بدانیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است. هدی للناس، هدایتی است این قرآن. للناس، برای مردم. هدی للناس، و هدایتی است برای راهنمودی است، راه را می نماید، نشان می دهد برای همه انسان ها. اینجا علی متعال می فرماید هدی للناس. در ابتدای قرآن کریم، ابتدای سوره مبارکه بقره فرمود ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هدایتی است برای متقیان. اینجا می فرماید هدایتی است برای همه مردم. هدی للناس، جمع بین این دو تعبیر این گونه است. قرآن کریم برای همه انسان هست، همون گونه‌ای که در آیه 57 سوره مبارکه یونس میفهمد یا ایها الناس، ای مردم، نمیگه یا ایها الذین آمنو، ای مردم، ای انسان ها. همه انسان ها رو قرآن کریم خطاب قرار میدهد، چه باورمندان به قرآن، چه کسانی که به او باور ندارند. همه انسان ها. قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. موعظه است، پندی است قرآن برای همه شما، درمان بیماری های روح و روان شماست، افسردگی های شماست، ناراحتی های شماست، رنج و پریشانی های شماست. وقتی خواب نمیری، وقتی پریشانی، وقتی زندگیت به هم ریخته است، بیا قرآن تو رو درست میکنه. قرآن تو رو دوباره برنامه نویسی میکنه، طبق تنظیمات کارخانه دور بر میگردونه به حالت اول. قرآن این قدرت رو داره که تو رو اصلاح بکنه، تو رو درست بکنه. قرآن تو رو برمیگردونه به حالت اول. قرآن آرامش رو به تو هدیه میده. قرآن تو رو به خودت معرفی میکنه. قرآن توی گم شده رو برای خودت پیدا میکنه. قرآن این قدرت رو داره. بیا تجربه کن. بیا بشین به پای درس قرآن، بفهم، عمل کن، یاد بگیر، در زندگی اجرا کن. اون موقع نتیجه رو میبینی. همه انسان ها رو قرآن کریم خطاب قرار میدهد. اما تنها کسانی از این نسخه طلایی بهره‌مند میشوند که به دستوراتش عمل کنند. به همین خاطر در ابتدای قرآن فرمود هدی للمتقین. متقین کسانی هستند که اطاعت میکنند اوامر الهی رو و دور میکنند خود رو از آن چه متعال آنها رو نهی کرده و باز داشته از آن. به تعبیر خیلی ساده تر، یک نسخه هر چقدر نسخه خوبی باشه، یک فرد بیمار وقتی میره پیش یک طبیب و پزشک متخصص، هر چقدر اون پزشک و طبیب از لحاظ علمی در درجه و مقام بالایی باشه و متخصص باشه و بهترین داروها رو هم برای بیمار تجویز بکنه، تا وقتی که اون بیمار این دارو رو طبق دستور پزشک متخصص استفاده نکنه و آنچه را که پزشک او رو منع کرده اون رو هم به عنوان پرهیز غذایی اونها رو هم اجرا نکنه، آیا این نسخه سودی برای این فرد خواهد داشت؟ هرگز کلا وایشا. نمیشه که انسان بره پیش یک دکتری بگه آقا جناب دکتر من این بیماری رو دارم، بعد دکتر هم دارو رو مینویسه، انسان دارو رو هم بگیره بیاره داخل خانه، بعد بگه به به عجب داروهای خارجی گران قیمتی، چقدر پولی هم روی این داروها دادیم، چه دکتری بود، عجب دم و دستگاهی داشت، چه تخصصی داشت، چقدر خوب درک کرد، فهمید مریضی منو. همه چیز رو خودش قبل از اینکه من بگم، همین که نگاه کرد به قیافه من، همین که 2 آزمایش گرفت، خودش گفت تو اینطوری این مشکلات رو داری. من ماشاءالله. خب تا اینجا درسته، تا اینجا مسیر رو درست رفته طرف، اما تا اینجا تشخیص بیماری درسته، اما این بیماری همچنان بر جای خودش باقی است. این فرد از رفتن پیش این طبیب متخصص هیچ سودی نمیبره. حتی بعد از گرفتن نسخه باز هم هیچ دردی درمان نشده تا وقتی که این نسخه اجرا نشود، استفاده نشه آنطوری که پزشک گفته، همونطور ساعتش، مقدارش، زمانش، دوره درمان. و از یک طرف دیگه
استفاده بشه آنچه گفته، استفاده نشه آنچه که منع کرده. هر دو طرف هست. بعضی موارد هست که شما آقا این چیز رو نباید بخوری، این چیز رو نباید استفاده بکنی، برای شما ضرر دارد. دقیقاً نسخه قرآن کریم برای روح و روان یک انسان آزرده، پریشان، مضطرب، نگران، ناامید، متحیر، انسانی که دست به خودکشی داره میزنه، حتی خود رو گم کرده، وقتی استفاده میشه، وقتی این سودمند واقع میشه برای او که دستورات رو اجرا بکنه. وگرنه خواندن قرآن کریم به تنهایی به هر چقدرم خوب بخونه، هر چقدرم گوش بکنه، نفهمه، حتی بفهمه ولی عمل نکنه، مشکلی حل نمیشه. مشکل حل نمیشه. و همین خاطر قرآن کریم میفهمد هدی للمتقین. قرآن هدایت است برای کسانی که بهش عمل میکنن. عمل نکنی خب فایده ای نداره. نسخه گرفتی، دارو رو گرفتی، گوشه خانه گذاشتی، میگه آقا من چرا خوب نمیشم؟ خب عمل نمیکنی، خب استفاده نمیکنی، استفاده کن که خوب بشی. پرهیز کن از آنچه تو رو منع کرده دکتر تا خوب بشی. پرهیز هم نکنی، استفاده هم بکنی دارو، ولی پرهیز نکنی باز موقع نتیجه نمیگیری. هم باید دارو استفاده بشه، هم باید پرهیز بشه، هم باید دستورات قرآن اجرا بشه، هم باید گناهانی که ما رو منع کرده از اون پرهیز بشود. اون موقع نتیجه میده. اون موقع روح و روان انسان تازه میشه. اون موقع انسان معنای ایمان رو میفهمه. اون موقع معنای ارتباط با الله تعالی رو میفهمه. اون موقع است که تأثیر میگذارد. هدی للناس، برای افرادی از مردم که اطاعت میکنن. هدی للناس برای همه است، اما کی بهره مند میشه؟ للمتقین. در همون آیه سوره یونس الله تعالی میفرماید قد جاءتکم موعظة یا ایها الناس، آیه 57 در سوره یونس، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء، درمان است، لما فی الصدور، برای بیماری های روح و روان شما، و هدی و رحمت، هدایت است، رحمت است، للمؤمنین، برای مؤمنان، کسانی که بهش ایمان دارن و عمل میکنن. کسی که عمل نکنه به دردش نمیخوره، درمان نمیشه بیماری های او، مشکلش حل نمیشه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى، دلایل بسیار واضح و آشکار از هدایت داره. در کل 6236 آیه قرآن کریم، از ابتدای سوره مبارکه حمد تا انتهای سوره مبارکه ناس در آخر قرآن کریم، یک آیه پیدا نمی کنید که در او شوخی باشد، کلامی پوچ باشد، جدی نباشه، مخالف واقع باشه، تناقض بین دوتا رو شما پیدا بکنید، تناقض داشته باشه، هرگز کلا باشه. در سوره مبارکه نساء خود قرآن کریم میفرماید در آیه 82 الله متعال میفرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن نمی اندیشند؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این کلام، این کتاب از جانب غیر الله متعال می بود، اگر این کلام یک انسانی می بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، تناقضات زیادی شما می دیدید در قرآن کریم بین یک آیه تا آیه دیگر، تضاد می دیدید، در حالی که همچین چیزی رو شما نمیتونید پیدا بکنید. هزاران نفر بلکه میلیون ها نفر در طول 1400 و اندی سال از نزول این کلام بر محمد مصطفی علیه السلام در شب قدر در مکه مکرمه تلاش کردند تا این کلام رو، نسبتش رو بر الله متعال زیر سوال ببرن، بگن کلام الله متعال نیست، ساخته و پرداخته ذهن و ذکاوت و هوش محمد و یاران و اصحاب و اساتید اوست. اما هرگز نتوانستند دلیلی برای این ادعای خود بیاورند، نتوانستند تناقضی در قرآن پیدا کنند، نتوانستند یک آیه مانند او رو بیاورند. اگر این تلاش هایی که برای زیر سوال بردن قرآن کریم و اسلام در طول 1400 و اندی سال گذشته اتفاق افتاده است، این همه هزینه‌ای که خرج شده، این همه انسان‌هایی که آستین بلند کردند تا این کتاب رو زیر سوال ببرن، برای هر آیین دیگری، باور دیگری، کتاب دیگری انجام میشد، تا حالا هیچ اسمی از اون نمانده بود.
قرآن کریم تنها کتابی است که روز به روز بر عظمت آن افزوده می شود. پیشرفت و علوم مختلف نه تنها این کتاب رو زیر سوال نمیبرد، بلکه حقانیت او رو بیشتر واضح و آشکار میکنه. این کتاب با قدرت تمام مانده است، زیرا کلام الله متعال است. القرآن، یک لفظ جالبی که معنای جالبی که در خود کلمه القرآن نهفته است، یعنی خوانده شدن، خواندنی، چیزی که خوانده می شود. القرآن نشان از ثبات و استمرار قرآن کریم دارد. همیشه خوانده می شود، همیشه خوانده می شود و باز خوانده می شود و باز تلاوت می شود، چون هیچ وقت کهنه نمیشه، چون هیچ وقت زیر سوال نمیره، چون هیچ وقت ماهیت و جایگاه خود را از دست نمیده و اهمیت خود را از دست نمیده. قرآن همیشه خوانده می شود. شما هیچ کتابی رو پیدا نمی کنید در طول تاریخ بشر که میلیون ها نفر از ابتدا تا انتهای او رو بیش از 600 صفحه، قرآن عثمان طه 604 صفحه است. قرآنی که پیش روی من است، این مصحفی که پیش من است، هیچ جا شما پیدا نمی کنید که یک کتابی 600 و اندی صفحه داشته باشه و حرف به حرف او، بلکه حرکات او رو در قلب میلیون ها نفر حفظ کرده باشن. بیارید نشون بدید شما برای من. بگید نه هست. یک نمونه دیگه هست، یک نمونه دیگه غیر از قرآن شما برای من ببرید که ما حافظان قرآن داریم میلیون ها نفر. همین الان در روی کره زمین ما میلیون ها نفر حافظ قرآن داریم، مرد و زن، خرد و کلان، دختر و پسر، عرب و عجم. یک کتاب دیگه پیدا بکنید که به مانند قرآن کریم انقدر حافظ قرآن داشته باشد، 1% قرآن کریم حافظ داشته باشد، 1% قرآن کریم حافظ اون کتاب وجود داشته باشه، به اندازه 1% حفاظ قرآن کریم نیست. هدی للناس و بینات من الهدی، دلایل واضح و آشکاری از هدایت دارد. کتابی نیست که کسی بتونه در این کتاب یک نقطه تناقض، اختلاف، تضاد پیدا بکنه. کتابی نیست، کتاب شوخی نیست. کتاب از ابتدا تا انتهاش همش جدی است، همش واقعیت است، همش حقیقت است، دعوت به تفکر است، به تعقل است، به تدبر است. کتاب است، علم است. علم یکی از نامهای این قرآن کریم کتاب است، چون علم است. ذکر است نام دیگرش، یادآوری است، به الله متعال نزدیک میکنه انسان رو. هدی للناس و بینات من الهدی، دلایل بسیار واضح و آشکاری مبنی بر حقانیت خود دارد. و الفرقان، و همچنین فرقان است، نام دیگری از نامهای کلام پاک الله متعال قرآن کریم. نام دیگرش، یکی از نامهای دیگرش الفرقان است که سوره هم به این نام داره. فرقان یعنی چیزی که بین حق و باطل فرق می اندازد، فاصله می اندازد. حق رو از باطل مشخص میکنه، حلال رو از حرام مشخص میکنه، خوب رو از بد مشخص میکنه، توحید رو از کفر و شرک مشخص میکنه، راه رو از بی راه نشان میدهد، ره یافته و گمراه رو برای ما مشخص میکنه، درست و غلط رو برای ما مشخص میکنه. این فرقان است، میزان است، ترازوی سنجش است. قرآن کریم را رحمتان میفهمد، برای شما واضح میکنه همه چیز رو. هر چیزی رو شما در میزان قرآن وقتی قرار بدید، در ترازوی قرآن قرار بدید، برای شما مشخص میکنه. دروغ بودنش رو از درست بودنش، باطل بودنش رو از حقیقت بودنش، همیشه مشخص میشه. این قرآن کریم است. تا اینجا رحمتان برای ما درباره قرآن و ماه رمضان میفهمد، اهمیت ماه رمضان و اهمیت قرآن. به تعبیر دیگر، اهمیت رمضان به خاطر اهمیت عظیم قرآن. رمضان ماه قرآن است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این تعبیر و تعریف رمضان بود. چه تعریف زیبایی! الله متعال برای ما رمضان رو معرفی کرد، با قرآن معرفی کرد. از مادرمان عایشه سوال شد که رسول الله علیه السلام اخلاقشان چگونه بود. مادر رسول الله علیه السلام رو با قرآن معرفی فرمود کان خلقه القرآن. اخلاق ایشان قرآن بود.
رسول الله علیه الصلاه و السلام یک قرآن متحرک بود، عمل به قرآن بود و قرآن علم رسول الله علیه الصلاه و السلام بود. قرآن علم رسول الله علیه الصلاه و السلام بود و رسول الله علیه الصلاه و السلام نمونه عملی قرآن. ماه رمضان ماه قرآن است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر کسی که از شما این ماه رو دریافت، شهید یعنی مشاهده کرد، دریافت، مقیم بود، مسافر نبود، بیمار نبود، ماه رمضان رسید، روزه بگیرد. فلیصمه، روزه بگیرد. رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. وقتی ماه رمضان رو دیدید، هلال ماه رو در شب اول، روزه بگیرید و هر وقت هم که هلال ماه شوال رو که ماه بعد رمضان است دیدید، دیگه روزه نگیرید و عید کنید، عید فطر. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر کسی که خودش دید یا اعتماد کرد به کسانی که اونها دیدند. الزامی نیست که انسان هر کسی خودش بره پشت بام خانه و نگاه بکنه ماه رو ببین. هر کسی خودش دید یا اعتماد کرد به دیدن افراد دیگر. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. روزه بگیرد، رمضان رو روزه بگیرد. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر کسی از شما ماه رمضان رو مشاهده کرد، روزه بگیرد. یک اختلافی در بین فقهای امت اسلامی وجود دارد و این اختلاف ریشه قدیمی دارد از زمان خود صحابه رسول الله علیه الصلاه و السلام درباره این که آیا اگر در یک گوشه ای از امت اسلامی چند نفری ماه مبارک رمضان رو دیدند، هلال ماه رمضان رو دیدند، آیا کل امت اسلامی روزه بگیرند یا نه؟ هر منطقه خودشان باید ببینند. این مسئله در اصطلاحات فقهی، این اختلاف در بین فقها به عنوان اختلاف مطالع معروف است. اختلاف محل طلوع خورشید یا محل طلوع هلال ماه، یا وقت طلوع خورشید یا وقت طلوع ماه. اختلاف در اماکنی که ساعت یا مکان، زمان یا مکان طلوع خورشید یا طلوع ماه در آنجا با جای دیگر متفاوت است. طبیعی است که بالاخره ما امت اسلامی از شرق تا غرب در جایی از کره زمین نیست که مسلمانان زندگی نکنند و خورشید در همه جا یک زمان طلوع نمیکنه. ماه هم هلال ماه هم زمان در یک جا دیده نمیشه، یک جایی دیده میشه، جای دیگر دیده نمیشه. الان ما چه کار بکنیم؟ آیا اگر در یک منطقه از مسلمانان ماه رو دیدن، کل امت اسلامی از شرق تا غرب کره زمین، شمال تا جنوب، همه روزه بگیریم یا نه؟ علما در این باب گفتن یک قول این هست که هر منطقه خودش باید ببینه، هر منطقه خودشان باید ببینن و بر اساس دیدن خودشان روزه بگیرن. اینا میگن اختلاف مطالع معتبر است، یعنی تفاوت محل طلوع و زمان طلوع اعتبار دارد در دیدن. هر منطقه خودش باید ببینه و بر اساس دیدن خودش روزه بگیره. عده دیگری از علما میگویند که اگر کسی در امت اسلامی در یک منطقه اگر دیدن، کل امت اسلامی باید روزه بگیرن، چون امت اسلامی یک امت واحد است و همه باید با هم روزه بگیرن. این اختلاف رو معتبر نمیدانند. میگویند رؤیت عده‌ای چند نفری از مسلمانان در گوشی از جهان برای همه معتبر است. گروه سومی هم هستند که میگویند کسانی که در محل طلوع در مطالع با هم واحد هستند، مطلع مشترکی دارند، اونها با هم بگیرند. نیاز نیست همه با هم ببینند، اما کسانی که در یک محل طلوع خورشید و ماه اونها زمانش و مکانش واحد است، در یک کشور و منطقه فرق میکنن اما خب در یک خط قرار دارن، اینها با هم بگیرن. این اختلاف که خلاصش همون دو قول اول هست. یک عده میگن هر کسی در منطقه خودش ببینه، یک عده میگن نه، اگر یک جای همه دیدن، یک گوشه از امت اسلامی کسی دید، همه امت باید روزه بگیرن. هر دو گروه دلایل خودشون رو دارن. حالا من به صدد این نیستم که اینجا بحث فقهیش رو باز بکنیم و دربارش صحبت بکنیم. هر دو گروه دلایل خود رو دارن و اللحاظ فقهی هر دو گروه استدلال‌های خود رو دارن و محترم هست. دلایل هر دو گروه من باب امانت علمی. اما چه خوب است من اینجا دو نکته رو عرض بکنم.
چه خوب است که با وجود اینکه این اختلاف معتبر است، این اختلاف در محافل فقهی یک اختلاف معتبر فقهی است. اینطور نیست که یک گروهی بگن نه بقیه دلیل ندارن و گروه دوم بگن اولیاء دلیل ندارن. هر دو گروه دلایل خودشون رو دارن. اما با توجه به فضایی که الان بر جامعه ما امت اسلامی حاکم هست و رسانه‌هایی که در لحظه به ما خبر میدن در فلان کشور فلان منطقه ماه رویت شد و با توجه به اینکه این مرزهایی هستند که این مرزها رو اشغالگران برای ما تعیین کردند، چه خوب است اگر برای پرهیز از این اختلاف در ابتدای رمضان یا در انتهای رمضان یا حتی احیانا در ماه ذوالحجه برای مراسم حج و روز عرفه و عید قربان که اونجا باز این اختلاف نباید دیگه اصلا وجود داشته باشه، چه خوب است که ما بیاییم به همون گونه‌ای که برای نمازهای خودمون در 5 وقت به سمت بیت الله الحرام در سرزمین حجاز روی میکنیم، به سمت مکه مکرمه، به رؤیت علمای اون منطقه احترام بگذاریم و این رو اعتبار قرار بدیم برای این امت یک دست بشه و از این اختلافات تشدد جلوگیری بکنیم. چقدر خوب است که عزیزان علمای مناطق با وجود اینکه من اختلاف فقهی رو عرض کردم معتبر است و محترم است، اما برای خارج شدن از این اختلاف، برای تفرقه و این دو دستگی که ایجاد میشه همیشه در ابتدای رمضان یا انتهای رمضان، بیایم یک قول واحد اکتفا بکنیم و همون گونه‌ای که در نمازهای خودمون هر روز به سمت بیت الله الحرام رو میکنیم، همون گونه‌ای که مراسم حج اونجا برگزار میشه و همون گونه‌ای که قبله ما مسلمانان هست، ما در رمضان هم تبعیت بکنیم از بیت الله الحرام و از مکه مکرمه. همونطور که در نمازها تبعیت میکنیم، همونطور که در حج اونجا میریم و اونجا حج میکنیم، رمضان رو هم به اونجا وصل بکنیم. نماز ما به اونجا وصل هست، حج ما به اونجا وصل هست، رمضان رو هم به اونجا وصل بکنیم تا از این اختلاف خارج بشیم. خوب است که علمای عزیز با وجود معتبر بودن اختلاف فقهی این قول رو ترجیح بدیم که اختلاف مطالب رو معتبر ندانیم و همه بیایم و یک قول واحد بشیم، ید واحد بشیم برای اتفاق امت اسلامی تا از این اختلافات خارج بشیم و آنچه را که در بیت الله الحرام مکه مکرمه رعایت شد یا نشد همون رو اعتبار قرار بدیم برای عبادت روزه خود، همونطور که عبادت نماز خود و همونطور که عبادت حج خود رو به اونجا اعتبار داده ایم و به اونجا روی میکنیم. یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنم در موضوع این که حالا عزیزانی که احیانا در رمضان میبینن جایی رمضان شد یا نشد، عید شد یا نشد، این موضوع رو بزرگش نکنیم، این موضوع رو دامن نزنیم، همدیگر رو به خاطر این موضوع زیر سوال نبریم. یک اختلاف فقهی معتبری است و باید احترام گذاشت. در مسائل فقهی، اختلافات فقهی احترام بگذاریم به دیدگاه‌های علمای مختلف، همدیگر رو متهم نکنیم، همدیگر رو برچسب نزنیم، همدیگر رو تحقیر نکنیم، توهین نکنیم، بیشتر سبب اختلاف نشیم. حالا اگر علمای عزیز در یک منطقه همچنان بر فتوای فقهی خود پایبند ماندن، اختلاف مطالب رو معتبر دانستند، احترام بگذاریم ما هم به فتوای اونها تا جایی که پشتوانه فقهی دارد، نه تعصبات سیاسی یا منطقه‌ای. و بحث سیاسی نیست، بحث فقهی است، واقعا اعتبار فقهی دارد. این رو احترام بگذاریم و این موضوع رو جنجال نکنیم و تحقیر نکنیم، همدیگر رو نتوپیم و توهین نکنیم تا اون وحدت بیشتر حفظ بشود. سعی بکنیم وحدت رو هر جوری هست، ولی اینکه اگه اختلافی هم هست اختلاف رو معتبر بدانیم و این اختلاف رو درمان کنیم و بیشتر دست نزنیم به این اختلاف. علامه تا میفهمن تا من شهد منکم الشهر فلیصوم، هر کسی که ماه رو رعایت کرد روزه بگیرد و نیاز نیست که انسان هر وقت خودش ببینه یا به هر حال اعتماد بکنه به فتوای علمای مناطق دیگر و ترجیح بهترین است برای اختلاف امت اسلامی که به حرمین اقتدا بکنیم در رمضان هم. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم و من کان مریضا، هر کسی که بیمار بود در رمضان نمیتوانست، بیماری واقعا پزشک متخصصی تشخیص داده که این بیماری برای سلامتی شما، روزه گرفتن برای این بیماری شما و برای سلامتی شما ضرر دارد. و من کان مریضا او علی سفر، یعنی که در سفر است، فعدة من ایام اخر، اون چند روزی را که روزه نگرفته در روزهای بعد رمضان روزه بگیرد. این تعبیر دوباره در این آیه تکرار شد و در آیه قبل همین تعبیر آمده بود. مفسرین فرمودند از اونجایی که تاکید بسیار زیادی در ماه رمضان شد در ابتدای این آیه و روزه ماه رمضان و ماه قرآن و اهمیت ماه قرآن، دوباره این تعبیر تکرار شد تا گمان نشود که خب این همه که اهمیت داره مریض هم بگیره، مسافر هم بگیره. نه، دوباره باز اون رخصت اعلام شد که کسی که بیمار است نمیتونه بگیره، ضرر داره برای روزه گرفتن، صبر کنه تا وقتی که بیماریش برطرف بشه و غذایش رو به جا بیاره.
کسی که در سفر است اختیار داره بگیره یا بخوره، میتونه بخوره و بعداً بعد از رمضان غذایش رو به جا بیاره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله متعال میخواد برای شما آسان بگیرد. ولا یرید بکم العسر. اراده سختگیری برای شما ندارد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله متعال برای شما آسان میگیرد و سخت نمیگیرد. دین، احکام دین آسان است، به شرط اینکه انسان خوب بفهمه، درک بکنه، اون عمق معنا رو بفهمه، حکمت رو بفهمه و درست ادا بکنه. آسان میشه براش، عادت میشه براش. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله متعال برای شما فلسفه رمضان و حکمت رمضان رو گفته است و آسان میگیره. مسافر هستید بخورید، بیمار هستید بخورید، نمیخواد برای شما سخت بگیره. مجبور نکرده مسافر رو حتما روزه بگیری، بیمار رو هم حتما روزه بگیری، چون دین آسانگیری است. دین آسانگیری است. و رسول علیه الصلاه و السلام فرمود یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسان بگیرید، سخت نگیرید. بشارت بدید، مردم رو متنفر نسازید، خصوصا در مسائل فقهی. در مسائل فقهی که اختلافی وارد است، در مسائل فقهی دقت بکنیم عزیزان، با ترجیح احوال و کسی که دلیلی داره برای فتوای خودش و دلیل بالاخره دلیلی است که یکی از مذاهب حداقل و پایبند هستند، احترام بگذاریم به این فتواها. و الله متعال میفهمد که الله متعال اراده آسانی به شما دارد، سخت نگیریم. در مسائل اعتقادی هیچ آسانگیری وجود نداره. در قرآن کریم در مسائل اعتقادی از همون ابتدا وقتی که قرآن کریم آمد برای رد مسائل خلاف اعتقاد واضح و روشن مسئله رو مطرح نمود. هم در مسائل دیگر به تدریج مسائل فقهی خصوصا بحث عبادات، بحث حلال و حرام تدریج در اون تدرج رعایت شده است و این نشان از آسانگیری در دین بوده است. ما در مسائلی که جز مستحبات هستند، جز سنت ها هستند، خصوصا اینها رو جابجا نکنیم، اولویت ها رو رعایت بکنیم. سختگیری های بیش از حد در مواردی که نباید سختگیری بشود سبب تنفر برخی از عزیزان از اسلام و دور شدن جوانان ما خصوصا از اسلام میشه. این مسائلی که شریعت بسیار سخت نگرفته، ما هم سخت نگیریم. جایی که سخت گرفته باید سخت گرفته شود، اما به صورت عموم دین مسئله سختی نیست. اگر انسان در زندگی خود بیاورد مسئله آسانی است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. در پایان سوره مبارکه حج الله متعال میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله متعال در دین برای شما سختی نگذاشته. احکام دین آسان است و برای ماست، برای این است که ما راحت زندگی بکنیم و زندگی آرامی داشته باشیم. یک موضوع این است که دین آسان است، یک موضوع این نیست که هر چیزی که آسان است دین است. نه، این رو اشتباه نفهمیم. دین آسان است اما هر آسانی دین نیست. اینطور نیست که بگیم یک کسی بیاد ببینه که فتواهای مختلف رو بگذاریم هر کدوم که آسان‌تر برداشت کنیم. این میشه هواپرستی. نه، خدای نکرده این برداشت غلط از صحبت من نشه. نه، بحثی نیست که ما در مسائل فقهی ببینیم کدوم فتوا آسان‌تر است اون رو عمل بکنیم. این دنبال هوا و هوس رفتن است. نه، در مسائل دینی ما باید پیرو دلیل باشیم. آن چیزی که دلیل قوی‌تری دارد ولو اینکه مقداری سخت‌تر باشه اون رو باید گرفت. به این معنا نیست که ما ببینیم فتوای علما رو کنار هم بگذاریم هر کدوم که آسان‌تر به اون عمل بکنیم. این دنبال هوا و هوس رفتن است. نه، انسان باید دنبال دلیل باشه. هر کدوم کتاب الله و سنت رسول علیه الصلاه و السلام نزدیکتر است اون دین است. دین چیست؟ کتاب الله و سنت رسول علیه الصلاه و السلام. هر فتوایی که مستندی دارد، پشتوانه‌ای دارد از کتاب الله و سنت رسول الله همون دین است. وقتی که دین شد آسان است، چون قرآن میفهمه دین آسان است. این به این معنی نیست که ما بیایم نگاه کنیم فتواهای مختلف رو بگذاریم هر فتوایی که ولی اینکه هیچ پشتوانه‌ای از قرآن نداره، از سنت رسول علیه الصلاه و السلام نداره، فتوای ضعیفی است، فتوایی است که اصلا ترجیح داده نمیشه در هیچ فتوایی در بین محافل فقهی، به همون عمل بکنیم ولی اینکه یک نفری گفته باشه، قول شاذی هم باشه. چون آسان است، دین آسانگیری است. دین آسانگیری است، آسان است. دین کتاب الله و سنت رسول الله است. هر فتوایی که پشتوانه از کتاب الله و سنت رسول الله دارد انجام او آسان است. معناش اینه. معناش این نیست که هر چیزی که به نام دین چسبوندن مردم به دین آسانه ما همون رو بگیریم. نه، به دنبال آسانگیری باشیم. یک فتوایی رو پیدا بکنیم که فلان مفتی صاحب فلان، مولوی صاحب فلان، شیخ فلان، عالم گفته، یک نفر خودشه فقط، و بسیاری از علمای دیگر گفتن نه این مخالف کتاب الله و سنت رسول است. اون دین نیست. آنچه بر اساس کتاب الله و سنت رسول الله است پشتوانه‌ای دارد این دین است و آسان است. به اون عمل میکنیم. نه که هر چی که آسان است به اون عمل بکنیم، ولی اینکه پشتوانه‌ای از کتاب الله و سنت رسول الله نداشته باشه، علما هم اون رو رد کرده باشن به جز چند نفر، یک نفر، دو نفر. نه، این اعتباری نداره.
یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تا باشد که شما تعداد روزهای رمضان رو کامل کنید. اگر چند روزی رو نتونستید روزه بگیرید، بعد از رمضان بگیرید و کاملش کنید. ولتکبروا الله علی ما هداکم. به سپاس آنچه که الله متعال شما را هدایت کرده است، به خاطر توفیقی که به شما داده است که رمضان رو روزه بگیرید، توفیق عبادت، توفیق درک کردن رمضان، توفیق انجام عبادت درست در رمضان، الله متعال رو تکبیر گویید در شب عید، در پایان رمضان. سنت است وقتی که هلال عید فطر رویت می شود انسان تکبیر بگوید، تکبیرات عید. ولی تکبروا الله علی ما هداکم، الله را گرامی دارید، با عظمت یاد کنید. ولی تکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، تا باشد که شما شکرگزار این نعمت الله متعال باشید. الله رو شکر کنید به خاطر توفیق عبادت در رمضان، به خاطر توفیق در روزهای رمضان، به خاطر اینکه این عبادت انجام شد. وقتی که رمضان تمام شد خوشحال نباشید که رمضان تمام شد، روزه تمام شد، راحت شدیم دیگه. 30 روز بود، 29 روز بود، خسته شده بودیم، راحت شدیم. نه. ولی تکبروا الله علی ما هداکم. تکبیر شب عید به خاطر این است که شکرانه است. بار الله تو بسیار عظیم هستی، این لطف رو تو در حق ما کردی که بتوانیم عبادت رمضان رو کامل انجام بدیم. از تو سپاس میکنیم، تو رو شکر میکنیم، از تو تشکر میکنیم. ولعلکم تشکرون، و شکر الله متعال به جا آورید، تا باشد که شکر او رو به جای آورید. شکر نعمت، شکر هر نعمتی به کار گرفتن آن نعمت در رضایت الله متعال و در عبادت الله متعال است. شکر نعمت رمضان این است که ما بعد رمضان هم ادامه بدیم. همچنان در رمضان تمرین میکنیم که بعد رمضان بنده خوبی باشیم. نه اینکه رمضان تمام شد خب روز عید شد دیگه، از همون روز عید دوباره گناهان شروع بشه دیگه. نه. از کجا بفهمیم روزه ما در رمضان قبول شده؟ اگر بعد از رمضان گناهان قبل رمضان رو ادامه دادیم، روزه رمضان ما مشکل داشته است. اما اگر گناهان بعد رمضان گناهان قبل رمضان رو ترک کرده بودیم، این معنی است که روزه ما قبول شده است. از الله متعال می‌خواهیم که به همه ما شما فهم صحیح آیات کلام پاکش رو نصیب بفرماید و توفیق عمل به آن رو نصیب گرداند و استقامت در این مسیر و حسن خاتمه رو نصیب ما شما و همه امت اسلامی بگرداند و همه گذشتگان ما شما رو ببخشد و بیامرزد. تا دیدار دیگر همه شما گرامیان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارت. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.